چاینکی یکی از غذاهای سنتی و محبوب در میان مردم غزنی. این غذا با گوشت و مواد اولیه ساده در دسترس تهیه می گردد، اما طعم خاص و شیوه پخت سنتی آن باعث شده تا همچنان محبوبیت خود را حفظ کند. چاینکی خو یک ذره معمولا از دیگه غذاها کده کمی وقت زیاد میگیره، به خاطر از اینکه این اول چاینکی که گوشتش میده میشه، این خودش داخل چاینکی مفته کده ناخوت و چیزا یا جوش میخوره که وقتی گوشتش نرم شد باز دیگه اونمو پیازش است که دنبش که ماشین میشه، مساله و چیزا کدش گرد میشه، بازی یا پخته میشه. وقتی که گوشتش نرم شد بازی داخلش که قاشق توزیع میشه، دم خود چاینکی یا پخته میشه. پخته است، چاینکی پخته است. ذبیح الله که 25 سال است در تهیه این غذا مهارت دارد میگوید چاینکی یادگار پدران ما است. ما تلاش میکنیم این رسم را زنده نگه داریم تا نسل‌های آینده با غذاهای وطنی خود آشنا باشند. خود ما شخصا 25 سال است که چاینکی پخته می‌کنیم، چون از پدر بخش ما میراث مانده ای نسل به نسل همی این چیز رو پیش میبریم. چون ما غذاهای مختلف در اینجا داریم، چاینکی داریم، قابلی داریم، قرمه داریم، به اصطلاح کوفته قرمه‌ای داریم، اینا یخنی داریم. همین چاینکی مصرف زیاد است. نجم الدین میگوید چاینکی معمولاً با استفاده از گوشت و برخی مواد محلی دیگر تهیه شده و به روش سنتی در دیگ روی آتش آماده می شود که همین شیوه آهسته پخت راز مزه خاص این غذا می باشد. یک غذای وطنی سابقه افغانستان خود ما و شما به اساس که این طبیعی پخته میشه، امروی قاشق زده میشه. 24 ساعت موادای از قبیل پیاز است، از قبیل رومی است و از قبیل گوشتش و اون یکان سیر امروی داره یا نخود امروی داره، مکمل امروی قاشق زده پخته میشه. باشندگان غزنی میگویند این غذای سنتی با طعم خاصی که دارد همیشه قابل استفاده آنان است. مصروف غذاخوری یکی از غذاهای عنعنوی کشور ما می باشیم که چاینکی است. چاینکی یک غذای خیلی خوب، سالم و خوشمزه است. مزه خاص خود داره. یکی در یک دیگ پخته میشه یک رقم مزه داره، در چاینکی که پخته میشه چون اوتالیو کس میشه خیلی کوشش مونن سرش تا حتی 2 دانه 3 دانه الوی بخارا رو مندازن ما بینش که مزهش خوبتر شود. مخته دا دود چې د لپلارو لنکرا پاته ده، ما د ځوانانو تم د خوښ ده چې تر ټولو دا چاینکی ښه خوراک ده او د دې چاینکی یېره نه کړي. از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی میگوید که حفظ غذاهای سنتی بخشی از پاسداری از هویت ملی است. آنان تاکید میکنند که معرفی و ترویج چنین غذاهایی میتواند نسل جوان را با فرهنگ و رسم و رواج‌های گذشته بیشتر آشنا سازد. اړتیا ده ترڅو هغه طبیعي او سیمه ییز خواړه همدارنګه اصیل فرهنګ راتلونکي نسلونو ته ورسول شي. زه باور لرم چې دا به زموږ د ټولنې بالخصوص د اطلاعات فرهنګ ریاست دنده وي ترڅو راتلونکي نسلونو ته دا ورسوي. قابل یادآوری است که امروزه چاینکی به عنوان یک غذای اصیل و خاطرانگیز پخته می شود. غذایی که نه تنها شکم را سیر می کند بلکه یادآور سنت‌های دیرینه مردم ماست.